مثالی نبودتی گمتری سیفی آزاد این داشت از گیم و یعنی پیرمیدی منتظمی چارپنجه وای تیغه پهلویش 10 سانتیمتر و مساحت پهلویش 192 سانتیمتر کواردراتی تو دستی پرفیما و اساسی یعنی چارپنجه طرفی چارپنجه را یابید از بس که چارپنجه و پیرمیدی منتظم باشد یعنی چارپنجه باید کوادرات باشد و پیریمترش به 4a برابر می شود و مساحتی پهلوی باشد به p ضرب l تقسیم 2 برابر است 4a را به جای پیریمتر میگذاریم 4al تقسیم 2 می شود 4 را به 2 تقسیم 2al می شود یعنی باید که 2al ما به عکس 2 برابر شود و وقتی که ما بلندی میفرماییم و پرفیم میگذاریم در اینجا پیوست کنیم یعنی همین پارچه آسون شده یا اینکه اکسیمینگ شکل میده و می شود و نیمی طرف برابر می شود و ما از اینجا وقتی که میبینیم باز پرفیم نیست پرفیم فرایت از بس که همه پیرمیدی منتظم است در اینجا سیکونجی برابر پهلو می شود و ال هم میدیان می شود و از طرفی اساسی یعنی اساس را تیغه اساس را به 2 سی برابر تقسیم میکنند یعنی اینجا a باشد a تقسیم 2 می شود از اینجا یعنی از اینجا هم شیوه تیرمی فیگار را استفاده داریم a تقسیم 2 در کوادرات جمع l کوادرات برابر n کوادرات می شود و n در اینجا 10 سانتیمتر است وقتی که به جایش میگذاریم یعنی a کوادرات تقسیم 4 جمع l کوادرات برابر 100 این سیمی مدل را حل میکنیم و در جواب میابیم که یعنی دو وریانت شدنش ممکن بوده است ممکن است یعنی a کوادرات برابر 256 طرفی اساس به 16 و اپوفیما به 6 برابر شدنش ممکن یا جواب دوم را میابیم این برابر طرفی اساس 4 یعنی 12 و اپوفیما به 8 سانتیمتر برابر میشه دو تا جواب شدنش ممکن بوده است تمام رحمت